و پیش پهلوان. تگمچه را پاش کن و تمام. دیگر در کوچه و راهروها پر از عطر توی و نامی تو می شود. مشهور می شوی. تو قهرمانی دوران مایی. اوچا جان پسر جانم گردنم قربانی تو کنی کمتر شور بخور. ایست، حیاتی خودت را سوختی. به پسرم نرس. نرس به پسرم. از خدا بیترس. پسر جانم، مردنم، پسرم. کمیسر جو بفرما مادر. بگو. کمیسر جو دو پسر دارم. یک تاش را شوهرم به دستی تروریست‌ها داد. چند سال شده بود که او را ندیده بودم. اکنون آمد و برادرش را بود. از برای خدای و رسول پسرم را نجات ده. از کلانیش امید ندارم، اما خردیش را نجات ده. از برای خدای و رسول. البته باشش. اینجا نشین. آرام شو. آرام شو مادر جان. پسرت کجاست؟ نامش چی؟ نبی جان شیرینم، اردنم، اما کجاست نمیدانم. وی را بردن. مادر خواندن و نوشتن میتوانی؟ این را گیر. به من زنگ زن. خوب؟ خوب؟ مندرس بفرمایید سردار. این کس کیست؟ چه کار است؟ حمیده برای سراغش را هم گیرید. خوب شد سردار.
خدا از شما راضی مرکز جواب شود. ده. خدا شما را نگهبان 2242 مرکز باشد. جواب ده. خواهش میکنم پسرم را برگردان. ای برادر، این جوره تروریست ما را بین. اشک چشمش را نگر. هیچ کس مثل تو شدن نمیتواند. که همه رفتند شهیدان راهی وطن همه رفتند بیرفت سفید بادا راحت تو آگاهی تو مادرت خدا بادا نگهبانت شعر محمد اکیب ارسای خوبیا هپا اما که نجیبت نمیپسی اوه چی خیلی عالی خواندی چی دین از یاد کردی اما از هیجان نیمش را فراموش کردم در هیجانت جانم بیا صورتت را گیرم نه این خیلی نمیشود کمی تبسم کن دیگر پدر جان آفرین به تو آفرین چه خیلی زیبا خوندی چشم نرسد این را دار دخترم ایست به این 7 بار آیت الکرسی خونم بسم الله الرحمن الرحیم کم است که گویم تو را جان سپر چون که گشتی پر از خون در نبرد خواستی که بیرقت بالا شود خلقت از دشمن امین شود چرا میخندی؟ برای شهیدان نمیگیرم که چخل نفس از این دنیای فانی به مثل پرنده ها بالا راسته پریده به اون دنیا میرم ما باشیم اینجا به هر گونه کار مشغولیم به من نگر برای من هم گریه نکنی خدا نشانه دهد چی ها میگویی؟ هیچی همینطور خدایا توبه بیا جانکم اولی جناب چخیل تو زینب رحمت نجیبکه بیا کنی ماشاءالله چه زیبا قرار کرده دخترم از یاد میکنم گفته تمامی شب خواب نکرده است چطور هستی؟ به چی کار مشغولی؟ بینید اینها رو من بافتم راستی به این کارها اونقدر صرفم نمیرم اما به کار نازک مانند است باز چی کار میکنی؟ هیچ چی کار کنم؟ حیات همین این دو شهید شدنش 11 ماه خوب چی کار کرده گشتی؟ احتیاج داری؟ برای بچینی خانه ها میروم آخر فرزندم مکتب خوند شد دشوار میشود برای بچینی خانه ها میروی؟ نه این خیلی نمیشود و تو یک کار خوب یافتن در کار کاری نغز یافتن مشکل هیچ گپ نه کمی وزنین لیکن طاقت میکنم باشه مکتب میانه رو ختم کرده بودی؟
مکتب میانه رو. خوب. تو رقم تلفنت رو نویس، من یک میبینم. خوب برادر. سلام نجیب سردار. سلام رانا خانم، خوش آمدید. معرکه خوب بخیر است. یک چند عکس بردارم. از اینجا خبری خوب می شود. رانا خان، خبرهای خاصی تو از اینجا نمی براید. خوبش یک چرخ زن و یگان چیز بخر. با علیه شهیدان کمک می شود. تیمور، اینجا بیا. لبای سردار. دیر کردی؟ برای جمع آمد عمومی بعضی کارها مونده بود، همانها رو حل کردم. سردار با شما هم گیرم؟ نه تشکر، نمیگیرم. فردا مجلس در ساعت 2 بود. بله سردار. ساعت چند شد؟ دو. ساعت نداری؟ از اون من هم ویران. رفیق سردار جیغ می نماید. نه، هیچ چیز نه. فقط نه هیچی. امد چه؟ از این شیرینی ها با من ده. ملاش خواهش میکنم امد جان. ملاش گیر. رفیق سردار با من اجازه دید روم. برای مجلس بعضی حجت ها رو تیار کردن در کار. خوش باش. با اجازت شما. خیر، ما هم رویم می شود. زنها همینجا میمانند کو. می شود سردار. امک از اینش دهید. ملاش ما تشکر امک جان. برداره بزنین. نجم من او را در کجایی دیدم؟ شو با من بیایید. زودتر 41-23 مرکز گوش بکن. تفریقا 08 تاکسی ایزار. پدر جانم تو رو بسیار دوست جانی می‌دارم. کرازیان خانم ها ما رو اجازت میدید؟
مندرس چی شد؟ سردار یک چند سال پیش عملیات ضد ترور کرده بودیم. میدونی کمی پیش با مانان یک شخص را دیدم. یونیفرم داشت. شبهه پیدا کردم. شاید اشتباه کردی؟ نه سردار، هم برای چی گریخت؟ خدا نگاه دارد. مبادا سوءقصد کرده. اینجا را نکفاند. باز نزدش دخترم اسیره بود. از مرکز چی خبر است؟ تاکسی را یافتم. لیکن کایها فرامده غیب زده بوده است. کامیراهای پنهانی در اینجا نیست؟ لباسهایت بزرگ بوده است. سوار شو. تیز سوار شو. بله سردار، الان همین. حریف را رویش خوب نمیتابد که؟ نواره که رویش خوب نمایان باشد نیست؟ از همه نواری بهتره که به این شخص منصوب است همین است رفیق سردار. فقط اگر وی حامله یا اشکمبه نباشد در بدنش ماده ترکنده داشت. انیق. می رویم. کنی اکنون فهمان به شرف؟ اکا تکمه را پخش کردم. قسم که پخش کردم. لیکن نترکی ترسان شد بیخونه مردانه به اوه این چه حال است؟ درس دیگر نداری؟ دستت رو ته
چی گپ؟ акнун на фақат ҳамро балки ҳам хунем. ҷумали, ба ту боварӣ карда метавонам? мо бародарем. ман дигар аз ин корҳо безор шудам. очаамро ёд кардам. чӣ? аз ин ҷо мегурезам. чиҳо мегӯӣ? кӯдак нестӣ кӯ? мо ин ҷо чӣ кор карда истодем ҳачи? ягон бор фикр кардӣ? имрӯз ё фардо моро барои куштани касе мефиристанд. ба ҷои онҳо падар ё модарат мебуд чӣ кор мекардӣ? ё барои тарконидани ҷои ҳаётамонро месӯзанд. агар ба гуфтаҳои дурӯғи онҳо бовар кунӣ, дар асл ту кӯдак будаӣ. бовар кун, рост мегӯям. рости ман ҳам безор шудам, вале инро баъд ҳал мекунем. ин гапҳо ҳамин ҷо моёнд. хуб ҷумали, парво накун, мо ку бародарем. бинандагони гиромӣ, рӯзе нест ки ҳодисаҳои нохуш рӯй надиҳад. дишаб дар кӯчаи севас ва белиҷик ашхосе ки роҳату оромии мардумро хароб кардан мехостанд, ду қаҳвахонаро таркониданд. ҳамватанони зиёде захмгин гаштанд. сабабгорон дар ҷустуҷӯи полис мебошанд. мо тамоми чораҳоро меандешем ки гунаҳкоронро ҳарчи зудтар хунсо кунем. ту медонӣ бистарамро аз дасти ин ваҳшиҳо наҷот де. بسته است. بسم الله. بخیر است انشالله. بردن بیسرکم جان و چه جان. گم شوید. کسی رو دیدن نمیخوام. سریاکو دفشو کسی رو دیدن نمیخوام. سریاکو یک گپی مهم است. چی شد؟ یک چیز رو گفتنی میخواهم. چی میگویی؟ دیوانه چی بود؟ بعد میگویی. اما بسیار مهم است. خیر بگوی. در بین ما خائن پیدا شد. خائن؟ کی؟ بردم. دفشو.
نازان با تو چی شد جانم؟ آرام شو تیز آرام شو نازان آرام شو نازان نازان جانم طاقت کن کم ماند حاضر میرسیم برادره که گفته بودی این است؟ بله سردار خودش از ارزروم با اینجا تعیین شده. یک رفیقی وی را بسیار تعریف کرده، گفت که بچه بالیاقت و موفق است. فقط چی فقط؟ رفیق ارزرومی گفت که همین شخص یعنی چه بگویم حسی ترسش را گم کرده است، یعنی از هیچ چیز نمی‌ترسیده است. دکتر در کجاست؟ دکتر خواهش میکنم دکتر. اینها رو با بالا ببخشید دکتر. آرام شوید گوشم به شما. دکتر همسرم حامله است، یکی از هوش رفت. خواهش میکنم. به دکتر مراجعه کرده بودید؟ ما به استانبول نآمدیم، دکترش اینجا نیست. خواهش میکنم معاینه نکنید. خوب جناب آرام شوید. اینجا یاری تعجیلی همه بیماران در همین حالتند. تیز با اون حجره برید میآیم. پسر جانم بیا شور بخور. اوچا جان. پسر جانم شین جانکم تو رو گرسنه ماندنده. 2 روزه چیز نخوردیم. اوچا از اینجا باید رویم. خانه خالم یا تاغم. میدونم بچه جان میدونم. خوش این رومان ما خاله که سهر آمد کارش چی شد؟ بچه ها خانهش رو دیدند. پسر کلانیش به گروه مخالفین اعضا بوده است. پسر خردهش رو باشد اکاش دزدیده برده است. و اکاش میدانید کیست؟ کی؟ شخصی که من سهر در شعبه پلیس دیدم. سیری کیسا. من کمی شبه پیدا کردم. در یک وقت هم خودش هم پسرش آنجا بودند. کاری با مصلحت نباشد. شهروند عادی را از تروریست فرق کرده توانستند در کار مندرس. فکر نمی کنم که این زن به این کار علاقه داشته باشد و در فراق پسر سوخته و کباب
البته اگر خطا نکنم. خوب دیگر خویش اقربا ندارد؟ چخیلی که گفت حقیقتا همسرش وفات کرده بوده است. 3 برادر و خواهر دارد در استانبول. فهمیدم. منزلش امین است؟ شوه داروک شوه و خوبی میگویم داروک شوه نباشد میشکنم. خدایا شوه هیچ خودشم با کی میگویم داروک شوه خدایا در را نشکن سیری از خدا بیتر اوچو گریختن میخواستی ها؟ فکرم با همان حادثه سحری اگر گفتگیت بر این باشد. بله وای را از دست دادم. سردار لبه ببخشید کمی ناجا می شود اما از شما یک چیز پرسم ممکن؟ البته بگو چیست؟ 2 روز بعد روز توی ماست. نخواد چند سال شد؟ 8 سال. اوه حالا جوان بوده. سردار چند بار نیت کردم هیچ نتوانستم. میخوام برای زوجم یگان تحفه مخصوص کنم. بسیار نازی مرا برداشت. من درست تو چیو میگویی؟ اگر این طور کنی بعد زن من میخواد این خلادت های نو نبرارد از برای خدا. بخیر تو یک پالیسی عادی با کردیت میگیرم. با من نامی کردیت رو نگیر. خبر نداری سال گذشته چند همکارمون از پشت همین قرض خودکشی کرد؟ نه سردار من با پول خرج کنیم دقت میدیم. گفتنیم که با شما یک جای رویم. از ذوق شما باوری دارم. خب کی میروی؟ پگاه میشود سردار. میشود. خوش آمدی. تشکر. کیراز جان لبه بینش. مرا آب کردی کیراز. چیزی که این حال احتیاج داشتم این است. یک پیاله چای گرم. با اشتها نوش. آخر 8 سال شد بچه احتیاج داشتنت رو فهمیدم. بله سالها گذشت. ساعت چند شد؟ حالا میبینم. او ساعت از مندره سوی کیراز میرود. حالا خیلی دیر شده است. چی کار کرده امروز؟ چی کنم؟ همون کارهایی میدانستگی. شما چی کنیم؟ همون کارهایی نمیدانستگیت. یک تایی پدر خواب است؟ بله پدرش رو انتظار شد و طاقت کرده نتوانست. نه خوب نیست. او یک تایی پدر خواب نرفتی. بیا خوب بودم ولی آوازت رو شنیده بیدار شدم. همین خیل اینقدر خوابی نازک داشته ای. تنها وقتی یاد کردنی پدرش. جان و جگر فقط وقتی یاد کردنی پدر بیدار میشوی یا؟
باز پدر خواب هم می آورده است. در آغوش پدر البته خوابش میبرد. جیم نرو پدر جان. الو الو سردار، پسرم را برد. ایستید. شما کیستید؟ به من رقم تلفنتان را داده بودید که رفیق سردار، از برای خدا یاری دید. از خانه همسایه زنگ زده ایستادم. امروز پسرم آمده باز را برد. اما آرام شو چه؟ من بچه ها را روان میکنم تا بیارم. فقط آرام شو، گیره نکن. خواهش میکنم از برای خدا یاری دید. یاری دید. میابیم خدا خواهد. خوب. مادر جان، اکنون همه‌اش رو به تفصیل نقل کن. خوب؟ انشالله در مدت کوتاه پسرت رو میابیم. تشکر. خدا نگهبانتان باد. حلیمه، با خدیجه خاله باشید. بیاناتش رو گیرید. با چشم سردار. خوب. اعضایان این گروه نه پدر دارند و نه مادر. پدر و مادرشان ماییم و شخصی که قانونهای ما را رعایت نمیکند جزا میبیند. کسی که قانون را رعایت نکرد. و ما گیر این حق توست. گیر. محمد شد. اینطور باشد بسیار خوب. 2 روز باز خوراک نخورده ایم. ای خر، اعضای گروه شکایت نمی کند. برای ما گرسنه ماندن شرف است. حالا شما چی را دیده اید؟ 2 روز باز خوراک نخورده بودند. مادام که خوراک میخواهید به غارت می رویم. فهمیدید؟ جمع شوید. نگرید. اینجا کوچه پادشاه است. آنجا مغازه جواهرات. از بینتان 2 کس را انتخاب میکنم. آنها در سر کوچه می ایستند. حاجه این چند شد؟ 330 لیره. 330؟ حاجه بابا اصل وطن کجاست؟ ارزروم. مزنرس. بین باز همشهر بوده. از کجای ارزروم؟ از مرکز، از محله مراد پادشاه.
من از قلعه هستم، قشلاق چاغنده. او از جای صالح افندی. اما وقتی که من خرد بودم والدینم با بورسا کوچیدن. فهمم. خوب چند سوم بوده است؟ این 300 لیره. 300؟ بله 300. اینش می شود. اینش می شود دادر. شما 300 دید می شود. برای چی؟ هم همشهر بودیم و هم شما پلیس بودید. از من یک یاردم با شما. تشکر. نیتی خوب اما نمیشود. اصلا برای پلیس بودنمون نمیگیریم. مرحمت از این کارت کردیت کنید تمام. گرد اطراف نگرید. انا همه این انسان ها در خواب غفلت ها همه اشان فریفته شده. از غلام بودنشان بیخبرند. ما انقلابگران آزادیم. برای انقلاب این کار را میکنیم. چون که ما غلام نیستیم. اما خوب شده سکو. و چیز در کجا بود؟ ندرس نومش چی؟ مرکزی سودای سور. با زوجه هم یک چیز در کار بود. در بازگشت با اونجا هم یک درایی. راستی نمیدانم سردار. انا در همین جای ها بود و از این کس پرسم. نه بیا دفعه دیگر. باز با مجلس دیر نمانیم. دیر میمونیم. خب چگلی که مصلحت بود؟ تو بردن در سر اون کوچه. جمالی تو با من میروی. دشمن را یعنی پلیس را دیدن برابر و من اشاره کنید. به هر طرف پنج شوید. فهمو؟ هوشیار باشید. همش برای انقلاب آزادی خلق. فهمو؟ فهمو. و پیش. تو را میگویم پر کن. چی نفهمیدی؟ دست آخر فرانسیس خزن شاید. پر کن. تستر بدرون خلط انداز. تستر با کی میگویم؟ تست باش. آجی بخیر هست؟ دیوانه شده یه بچه. برادر بوده است. من چیزی که کردم برای فایده تو کردم. راست خوبی هایت رو پشتم حس کرد. دیوانه نشا بردن. سیری تو رو میکشد. و کجاست؟ گریخت. به شرف مرد و این دفعه رفته. ماشین را نگاه دار. وای خدایا، دکتر جزنت. خدایا تو مدد کن. خدا جان.
الو پلیس. خدایا مظفر را کشتن. عمرتقا. پلیس چی شد؟ صدای تیر را شنیدم. اول عمرتقا بعد مظفر را در زمین دیدم. احمد جنایتکارا را دیدید؟ چند کس بودن؟ قیافه‌شان چگونه بود؟ در رویش نقابی سیاه داشت. از قفا دیدم. جیکت داشت. رنگش زرچه. رنگش زرچه بود. قدش دراز. تقریبا 1.80 1.90. ای خدا این چی بالا بود؟ مظفر امک رو کشتند. مظفر امک رو کشتند. 45 و 23 مرکز در کوچه عمرانیت 2 کس پرانده شد. تکرار میکنم در کوچه عمرانیت 2 کس پرانده شد. گمانبران گریختند. 45 23 مرکز گوش میکنم. سراغ یک از گمانبران را میدهم. اوچا این من بردم. اوچا چه در خانه نیست. کجاست؟ پلیس بود. پلیس؟ ها. عجبا اوچان رو چکار میکنم؟ دنیای بیوفا. رفیق سردار همیشه پیش از ما در جای حادثه حاضر میشوی. چی شد نجیب سردار؟ چی شد؟ چیزی که میبینی. اجازه دهید. ساعت چند شد؟ 2 میشود سردار. خوب رفتیم. حالتان امروز خوب است؟ خوبتر شدم تشکر. نتیجه تشخیص خوب برآمد. سبب خستگی زیاد. امروزها خودتان را آنقدر مانده نکنید. خوب می شود اگر تا روزی تولد کودک زود زود به دکتر مراجعت می کردید. خوب می بود. باری دیگر به شما تشکر. تشکر به شما زیجان خانم. به شما هم تشکر. بفرمایید. برادران، خیلی که میدانید جمع آمدن ما در این مجلس با سپارش وزارت مدافعه بوده آید به لایحه‌های وزارت صحبت خواهیم کرد. در دنیا و در مملکتمان جنایتکاری به طور جدی می افزاید. اما در مملکت خودمان نظر به دولت‌های مترقی سطح جنایتکاری کمتر می باشد. این است که سبب کم بودن جنایت، عائله‌های مستحکم و اخلاقی
حمیده افراد جمعیت می باشد. مرکه دیروزه خیلی خوب بودن کیروز جان. ها افسوس اندکی دیگر می ایستادیم. خوب می شدو آخر کودکان. چی خیل با مزه شده است. اشتهایتم. ای خدا کودکان گفتیمو الپیرل دیر کرد. آرام شوید هنرپا آرام شوید. می آید البته. آخر نیم ساعت شد. فقط طرف بدش رو فکر نکنید آخر با هم صنفهایش بودگیست. اما متاسفانه در سالهای آخر سطح جنایت در مملکت رو به افزایش است. به حساب میانه در یک سال 487,000 رو 760 جنایت به قید گرفته شده. نظر به سال گذشته 38% زیاد شده است. سبب این باشد کاسته شدن اخلاق افراد جمعیت، سوس شدن معرفت عائله‌داری و تأثیر طرفهای منفی جهانی شوی می باشد. نه من طاقت کردن نمیتوانم. اوف هنرپا میدونیم که کودکان رو دوست میدارید. صبر کنید. بین خاموش. خیر خاموش است. میشود شدنش ممکن. آخر برای کودکی 9 ساله تلفن موبیلی چی لازم؟ چه لازم نیه. در این زمان هر حادثه شدنش ممکن. پدرش پلیس یک دنیا دشمن دارد. کیروز اگر بچه هم را دزدیده باشم چی؟ او برای چی دزدد هنرپا؟ با هم صنفهایش به کینو رفتگیست. به کینو؟ چه کینو؟ پسرم بپرسیش به هیچ کجا نمی رود. هم وی 9 ساله؟ نه این خیل نمی شود. به نجیب زنی می زنم. هنرپا این باز یک کمبودی دیگر است. معذرت میخواهم. روند جنایت را عمیق و درست دیده برآمدن کار بس مهم است. این رو بین. همسرت که پلیس باشد اما همین خیل می شود. هنرپا یکدم شینید آرام شوید. به همسری تو زنگ می زنم. بسیار واهمه نکنید. اینک در مد اول تأمین آسایش مردم، بعد به هر یک حادثه جنایت عاجلا مداخله کردن لازم است و با وظیفه دیگر این شعبه. الو هنرپا. الو من دریس. اکای نجیبت را نیفتم. نمیتونی کجاست؟ در مجلسیم قطع میکنم. لطفاً تلفن های موبیل خاموش کرده شود. بله. با حادثه های گوناگون دخالت و دستگیری کردن ما بس مهم است. قد کرد. شوهری تو هم همین طور. همه‌شون یک مجلس بوده است. آخر یگون گپ می شود. یگون کس کسل می شود. فقط کار. توبه. چخیلی که به همه معلوم است نام این شعبه دستیاری است. یعنی به مثل یاری تعجیلی که عاجلاً به بیماران یاری اولین طبی را میرساند و این شعبه در منطقه ایکس خدمت میکند. طلبات این شعبه با فکرم به همه معلوم، یعنی عیناً به مثل یاری تعجیلی. از روز اول دیر مونده. ببخشید محترم سردار.
در تولدخانه بودم. زوجم کمی بیمار شده بود. خوب مشگبنی گذارید. نامتان یکید بود؟ بله سردار. شنید. ببخشید کمی آنسو میشینید. خوب در کجا موندیم؟ در تولدخانه. خوب شبه ما عیناً به مثل یاری تعجیلی بوده. به هر حادثه و جنایت اولین شده دخالت می کند. شبه امون از 111 نفر عبارت بوده. با بعضی از شما شناس هستیم و بعضی تازه به شعبه ما داخل شدند. و برادرانی هنرپا یک دم شینید به شما گپ دارم. پگاه سالگرد توی ما هست. وای براستی؟ 8 سال شد. آفرین. شما در یاد دارید، ولی از آنی من فقط فراموش میکنم. فراموش کردنشان ممکن، چون که کارشان فقط زیر فشار و هیجان بعضا فراموش می شود. بله، کارشان از موی سرشان زیاد. بین وقتی در کاری افتن ناممکن. هرچی کار کنند کارشان همین است. کی به آنها گفت که پلیس شوند؟ وقتی به شوهر برآمدنتان اکای نجیب پلیس نبودند مگر؟ پلیس بود. باید همان وقت رد میکردید. از برای خدا. متاسفانه نی دخترم. برادران ما همان پلیس بوده. زاده همین دیاریم. از میان مردم آمدیم. یک بردن آن را با هم میخوریم. همه وقت به قانون رعایت میکنیم. باید بین ما و جنایتکار فرق باشد. با پلیس خلق باور میکند. از جنایتکار باشد نفرت دارد. هنگام دیدن ما خلق باید نترسد، بلکه خوشحال شود و گوید که انا شخصانی که ما را پشتیبانند و نجات بخش و همچنان شهری که به ما امنیت آن را باور کردند و شما در پشتیبانی و نجات بخشی این کار پرشرف موفقیت ها آرزومندم. خدا مددگارمون بود. خدا مددگارمون بود. مادرم در دستشون. برای او را دیدن باید تسلیم شوم. اگر به بیرون برای دشمن یعنی پلیس تو را در حبسخانه میپسانند، آنها تنها مردنت را میخواهند، نه تنها تو را، مادرت را هم میکشند. میفهمی مرا؟ مادرت را هم میکشند. فهمیدی؟ با پلیس رفتن نمیتواند. تنها یک جایی رفتن دارم. چتنکا کار تمام. بازه رفته؟ عوض میکنم. 2 کس را پراندم. تمام. پاپا
با جای شما سری من چغ زد. شنید؟ از برای خدا. ای خدا جان، الپرین باشد. اوچا الپرین کجا میگردی؟ کنی درو. خدایا، چند بار به تو زنگ زدم، در کجا بودی؟ پسرم آخر مرا میکشی. اوچا جون، بس گپ نزن، اوچا پاچا نگو، گناهت را بگردن گیر. اوچا کنی گپ زن، چی میگویی؟ بعدی در با مغازه بازی کامپیوتری رفته، یک دو بازی نبوده، سامانه رو دیدم. بازی ها را دیده؟ پس چرا تلفن خاموش بود؟ وای زردش تمام شده است. هونه رپا، اینقدر انتظاری ها تنها برای سرزنش کردم. مایلش در آینده با ضرب موندن تلفنت را فراموش نکن، فهمو؟ آه کیراس، مادر بودن چقدر دشوار. سنبول او چی خیل؟ همان خیل حاجت کرد؟ تفتیش نکرد. سنبول جان، برای بگاه یگون چیز لازم؟ نه حلیمه، مایلش تو بگو. روزتان بخیر. روز بخیر. نام من یگید. از شناسایی با شما شدم. نامم حلیمه. یک بار دیگر انتظار کنی با تو دیگر خلقه بزنم، فهمو؟ راه تیار شو، بعدی 5 دقیقه میبره. نیست، تو اینجا انتظار شو. سلام علیکم. علیکم السلام. طلا میفروشم. های البته، مرحمت. حیات همین، یک روز سلامت، دیگر روز باشد ملامت. همین حیات. بخیر باشد. چی شد؟ مادرم خیلی بیمار است. چه علاج؟ قرض فرزندی را ادا کردن لازم. نصیب و تقدیر همین بوده است برادر. خدا شفا بخشد برادرم. تشکر زیاد.
تشکر. رحمت به شمردن حاجت نیست، به فکرم. الو 155 بله با معلوماتتان یک مرد شبهناک. پلیس دستت رو بردار. دستت رو بردار. چی گپ؟ پشتت رو گردان. 75 12 مرکز. مرد قدش 190 در تنکسیون به طرف باغ روان است. تکرار میکنم قدش 190 در تنکسیون به طرف باغ روان است. فهمو تمام. شخص شبهناک دیگر دستگیر شد. حاضر او را به مرکز میاریم. فهمو 75 12 نفهمیدم. تکرار میکنم شخص شبهناک دیگر دستگیر شد. حاضر او را به مرکز میاریم. تمام. نه بسم الله گفتیم و اینا بین. این حادثه به غارت پیشین علاقه دارد؟ میفهمیم سردار، اما نه به فکرم. به جنایت عادی مانند پرسجو کردن در کار. به فکر من علاقمند هست. به جنایت عادی مانند نیست. محترم سردار، به دکان اطلاع فروشی رفتیم. کامیراهای پنهانی آنجا را از نظر گذراندیم. به جای جنایت پیشینه رفتیم. به همان آدمان عکس او را نشان دادیم. بعضی آنها او را شناختند. بیانات رسمی آنها. شناسنامه شخصی درست بوده را یافتی؟ بله سردار. سری کیسه مانند به آن شخصی که در شعبه پلیس بود. مندرس، این آدم چیکار کردنی باشد؟ یک روز در اینجا، یک روز در آنجا. بیانات شخصی دستگیر شده رو گرفتید؟ نه نجیب سردار، حاضر میگیرم. مرا با او تنها گذارید. نامت چی؟ بردن کیسه. بردن کیسه. از کجایی؟ از دیاربکر ها؟ نترس فهمیدی؟ وحدت فهمیدی؟ قول بدیم سنگورکا قول بدیم سنگورکا
اکا به خود و قسم از استانبولیم. در همین جا تولد شدیم. راست باز گرم میکنی ها؟ تیمور اینجا بیا. او حالا کودک است. رفیق سردار، مقصد ما او را از این راه باز داشتن است. تا حالا هم مقصد شبه ما رو نفهمیده ای. بردن گرسنه ای؟ اگر به بیرون برای دشمن یعنی پلیس تو را در حبسخانه میپساند، آنها تنها مردنت را میخواهند، نه تنها تو را، مادرت را هم میکشند. میفهمی مرا؟ مادرت را هم میکشند. فهمیدی؟ نه این که نمیشود. یک بین ساعت چند شده است؟ من یک گرسنه ای. من باشم گرسنه. امروز نهاری نخوردم. نعمه جون میفرمایم. نعمه جون چی گفتی ها؟ میخوریم با چالا باش. نعمه جونی با مزه. میخوریم. بردن فرمایم. میخوریم. شنیدید؟ برای ما لحمه جون بیارید. 2 تا لحمه جون بیارید. مرحمت گیر. بردن گیر. نه من نمیخورم. این که باشد من هم نمیخورم. در جای ما اگر مهمان نخورد صاحب خانه هم نمیخورد. فهمیدی؟ گیر. پیش با تو شنا شده بودیم؟ در کجای تو رو دیدم و لیکن نمیدونم در کجا باشد. خوب سیر شدی؟ آها. اوه نمیگویی که من پسر خدیجه خاله. بین ما تو را کابیم. تو خودت نزد ما آمدی. باور میکنی؟ مادرت به رحمتی مادرم خیلی مانند است. انسان بعدی از دست دادن به قدر مادر میرسد. اکا آچه ما یاد کردم. اکا فهمیدم. او را نزد میارم. تو گریه نکن. گریه نکن. گفتم که گریه نکن. او را نزد میارم. گیر. مندرس خدیجه خاله را گرفته بیار. اطاعت سردار. این را بین. یک سرداری کلان به چه کارها مشغوله؟ همینطور نه برادر؟ از خفایش گپ نزن.
مرد باشی بر رویش گپ زن. نوربانو درس‌هایت را تیار کردی؟ امروز وظیفه نداشتم آچه. همین را تماشا کرده ایستاده ای؟ خیر چی شده است آچه؟ تو سلطان صحرا تماشا میکنی؟ من این را چی شده است؟ من این گونه برنامه را تماشا نمی کنم. فقط اختای استا را تماشا می کنم. از کی با زبانت دراز شده است؟ آچه واهمه نکن. نه جانم واهمه نه. از این به تو چی فایده نوربانو؟ برای فایدهش تماشا نمی کنم کو؟ نوربانو تو دختری یگانه مایی. این خیل برنامه ها برای جوانان تأثیری منفی میرسانند. به آنها مانند شدن میخواهند. ما با پدرت میخواهیم که تو صاحب معلومات و خوشبخت و حیاتی خوش داشته باشی. اکنون شد؟ باز پدرم میگویی. کنی پدرم ساعت چند شد؟ آیا ما او رو میدیده باشیم؟ انا دیدی؟ ینگه لبایسی جان نوربانو رو اینقدر سرزنش نکن. سرزنش کنی همانقدر او از تو دور می شود. ندانم سی جان ندانم. من میفهمم تو چی میخواهی. او رو نیز میفهمم. زیخ نشو. ما با او دوستیم. تو همش نیگوی آبش هستی. آره تو مادرش هستی. مادری من هم همین خیل بود. لیک با ما باور داشت. باوری او رو حس کرده از گپش نمی بر آمدیم. راست. تو خواب نمی روی؟ نه اکاد رو انتظارم. خوب شب بخیر. خوب خوش جانم. الو نجیب میویی؟ چی؟ باز چی شد؟ اوف خیر کی میویی؟ خب من انتظارم برای کار. یا مندرس سردار خدیجه خاله یعنی خدیجه کسرا در خانهش نیست. همسایه ها هم نمیدانم کجا رفته باشد. نه و کجا رفته باشد؟ وعده دادم که آنها رو هم بردن هم مادرش رو با یکدیگر میرسانم. خیر سحر به همین کار مشغول شو. میتونی بروی. خواهد شما رو هم برم. گرسنه‌ای؟ نه اونقدر. راستی من هم. اما با تو شور بخوریم چی؟ کمی صحبت میکنیم بعد میرویم. خوب؟ چیزی که گویید. تو رو با جای اجدر نبردم ها؟ رفیق سردار خوش آمدن. تشکر. خوش آمدن. ماشاءالله این شوالی جنب بنماید. سلامت باش اجدر. رفیق سردار اونجا انقدر خوب نه. مرحمت با اینجا گذارید. با اینجا مرحمت بفرمایید. بچه چی نگاه داری؟ کنی بیار. چی هست؟ چی داری؟ عیل شکو ایران میشنده. توبه خود سردارم کنی نخواه کنید. چی گپ و خبرهای نو؟ چقدر شد نمیتوبید؟ همه تینج؟
همت اینجا اجدر بعد تو را حبس کردن هم دنیا عوض نشد. میدانید نجیب سردار ما را حبس کرده بودند. در اول من انسان خوب نبودم. هم از من شکایت میکرد. خدا از این کس راضی شود که مرا با پس پنجره کرد و از حیاتی پس خلاص شدم. در اول من انسان خوب نبودم. باز کمی ملایم‌تر گپ میزدی خوب میشد. رفیق سردار، میدونید که من صغیره کوچه، زبان ما همین مثل شما نخوانده باشیم. ما مثل شما ادب گفتار نیستیم. سوادمون همش همین قدر. تمام دیگر نمیدانیم. این در درون شستش فرامد. تماما دیگر بود. استغفرالله سردار. شستمان شست و تنها خدا این کدو را به کار در آورد. نه فقط آن را، قلبت را هم به کار در آورد. چیزی گوید امیرم؟ چی خورده میخواستید؟ فقط یکان چیزی گرم باشد بس. بچه‌اش بچه و این طرف هم یک نگاه کن آخر. و برادرانم 2 شوربای گرم بیار. خواب شده است. امیرم شستش فرامد میگوید در اصل باشد. تعریف میکند اگر وی مرا باز نمیداشت من در کوچه اوباش میشدم. فهمیده دکه؟ یعنی من یا دوست یا سببگاری مرگ 50 نفر. همه این توسطی همت بلندی سردار است که من اینجا با شما همراه نشسته صحبت دارم. وگرنه حالا پشت پنجره نشسته بودم. خدایا به این زنی که قهر و ناز مرا میبردارد مرحمت کن. خوابالو کنی خیز از جایت. اگر به بیرون برای دشمن یعنی پلیس تو را در حبسخانه میپوساند، آنها تنها مردنت را میخواهند، نه تنها تو را، مادرت را هم میکشند. میفهمی مرا؟ مادرت را هم میکشند. فهمیدی؟ پسرم اوچه جان جان جگرم بردنم پسرکم پسرم. خب شما پسر و مادر رو میگذارم فارغ باشید. بچه ناز هستی؟ یکان احتیاج نداره؟ خدا نگهبانتون باد. خدا به دولت و ملت ضرری نرسد. مرا به پسرم رساندی. خوب بچه
انا پسرت را هم دیدی. اندرس بچم را به حجره من بر چای بنوشد. میدونم در غم پسرت هستی. انشاءالله همش خوب میشود. ما تنها صحبت میکنیم. سلامت باش. نه اگر برادر دست برادرش رو میبوسد هرگز این کارا نکن. اکا شما را در آنجا فقط سیاه میکردن، میخوشن، میپرونن، میگفتن. میدانم بردن، میدانم. این همه برای فریب دادن شما. اکا همش را با شما میگویم، میفهمانم. لبایکو فهمیدم. هوشیار باشید. گذارید. حاضر گذارید. چلو 5 و 22 عملیات سر شد. تمام. پلیس در را کشاید. سردار اصلا موز نمی آید. پلیس اینجا تازه. کسی نیست. اینجا تازه. آدمان اینجا را ترک کردند. 45-22 مرکز. خانه تماما خالی است. تمام. برادران خانه را خوب کوبید. خوب شد. چیزی یافتم. او رو برید. تروریست بودن درست است؟ چی کار میکنی؟ خودت را کی میگیری؟ کارم را برباد دادنی؟ نه، بلکه وظیفه خودم را اجرا میکنم. همینطور؟ یا اینکه با من همسرت یگان بخیلی داری؟ گوش کن، اویدی همین پسر یگان اخبار نبراید. فهمیدی؟ از تو امر میگیرم
در اینجا زن و شوهر نه، بلکه مخبر پلیس هستیم محترم تیمور سردار. رانا این زنها برایت بیاید فکرم دادگاه قرارشو برآورد. بله نجیب سردار، در اساس نبودن دلیل به جنایت آزاد کردند. چی؟ اکنون همراه مادرم میرویم. نه نمیشود، به خانه نروید. باز یگان حادثه ناخوش شدنش ممکن. غم مخور. درباره آن گروه معلوماتی دادگیت مرافعه سودی تو رو خیلی آسان میکنه. خیلی. الو اژدر، خانه‌ات مساعد است؟ 2 مهمان دارم. 1-2 روز در خانه دیدن می شود. رحمت کلان. خداحافظ. این برادرم اژدر، شما رو به خانه او میبرم. 1-2 روز در خانه او میستید. تماما از خانه نبرید. نه آخر چی گفته بودم؟ برادر دست برادر رو نمیبوسد. سردار خدا از شما راضی شود. من یک اکا داشتم، اما وای برای من دیگر وجود ندارد. همه این بسر و سامانی را به سرمان آورد. برادری حقیقی من شمایی. نجیب اکا. در پایان انتظار باشید. به من نروید. خوب؟ مالش؟ خدای این دادگاه رو فهمیدن ناممکن. آخر کودک را آزاد کردن لاشه آن لاشه خوران کردن است. باز به همان کارها دست خواهد زد. نه، به آنها جای یافتن در کار. محترم سردار، جایی که ما یافتیم با انجام خانه کهنه بیکار مانند است. فهمو. برای گذراندن عملیات از جایهای در کار اجازت گرفتید؟ گرفتیم سردار. خیلی خوب. برای عملیات همه تیار باشند. فرصتش آمد. روز تویت همین روز بود؟ بله سردار. حالا هدیه‌ات رو نداده ای؟ راستی خودم رو بزرگ داشتم. نصیب باشد امروز میدیم. و خیر باشد. و مادر کلی دادم. به نجیب سردار سلام رسانید. البته میرسونم. مایلش. چی شد آچه؟ بچه جان به خانه همون رفته 1-2 چیزی دلو داشتم، همون رو میگرفتیم. من آچه بعد 2 روز میرویم. نجیب اکا چی گفتند؟ فهمیدم. آخر در اون خانه دیگر نمیستیم کو. تیز کن آچه. دادرم و آچم اینجا بودند. نرس. و تو نگفتم؟ دور شو از تو نگفتم پدر و مادر رو فراموش کن؟ ایست. سردی را. حالا تو ایست. با تو من بعد گپ میزنم. من 1 دستی آچه جانم رو ببوسم. شیری دارم با تو حرام با. تو را به خدا سپاریدم. چیزی که گفتن گیر. الکه از اون روز که من انقلابچی شدم شما برای من مرده. نه خیلی نمیشود. تا وقتی که تو هستی این کودک نزدی تو میکرسد. دایم نزدی تو میکرسد. این را از ریشه کندن در کار. تمام. اینجا بیا. رو خوب کن. نرس بگویم با من.
اینجا مار از پشت تو دادرم برای ما نرفت. رفته سس گوش میکنم. چی اجدر؟ در خانه نیستن؟ چخیل نیستن؟ مایلش مرا ببخش مادر. تو رو با پسرت رسوندم اما محافظت کردن نتوانستم. سردار برای عملیات همه تیارند. حرکتی به نظر نمی رسد. انجام خانه رو خالی کنیم. حالا انیق نیست. یک دو نفر رو گرو بدرون درو. احتیاط باش. فهمم سردار. چلیگ 11 مرکز. شما از در قفا درآیید. بازدر دارد؟ بله سردار. تمام. ما از اونجا می داریم. بچه ها با طرفی در قفا می رویم. 45-12 مرکز. در قفا ماشین هست. در درون یکان کس بدانش ممکن. و درون می درایم. تمام. رفته.
اما رو با زمین تستر رو با زمین 45-23 مرکز یک چند جوان یافت شد به ضررند 45 هستم فهمو احتیاط کنید غیر شما کسی هست اینجا؟ کسی نیست. شما اینجا چی کار میکنید؟ بنواییم جای نداریم. خب هیچ کجا نجنبید دست ها پس سر فهمو؟ سلاحات را پرتاب باید داده را داخل نپران مادرم را کشتم این را همه کشم برای چی؟ این کارها برای چیست؟ نزدیک نشو بین سلاحم را میپرتایم من را گیر وی را سرته من با تو در کار او را سرته سردار هندر عزیز وای همان حرامیه که مرا دستگیر کرده بود مگر تو نیستی همان حرامی ها؟ آزاد شدی باز چه میخواهی؟ خب نجوم بی سردارت را میپرانم هندرس تو را نکشم بگی با کدام دلیل؟ از آنی تو نامش ذوالفقار تو هم مثل حضرت علی شو بین نام این ذوالفقار است برای نفس خودم استفاده نمیبرم برای توف کردنت تو را نمیکشم سنگارکا بیا نترس فهمیدی وحدته قول میدیم مرا میپرانی کو پران چی ایستاده ای پران در درون اکان را پراندی ممکن شهید شود لیکن تو به جای من می بودی
چیکار میکردی ها؟ گبزن چیکار میکردی ها؟ گبزن چیکار میکردی اگر بجای من میبودی؟ گبزن اگر بجای من میبودی؟ دادر جان نکش، التماس دادر جان. من تو رو نمیکشم، چون که من پلیس هستم. باید از تو بر این آدمی پستی رزیل فرق داشته باشم. گرد کفایت رو گرد. مندرس سردارم، غم نخور. یاری تجلی در راه است. سردارم، این را بکیرا جانم میدی؟ لازم نمی شود، خودت میدهی. دخترم با تو امانت. اشهد خوشچه معقول شد خونه رفا؟ گیراز جان، اگر یک دکانی قنادی کشویی تگی پول میمونی. گیراز، این گپ هرمان شما با مندرس امروز یگان نقشه داری؟ نمیدونم اپا. من توفه خودم رو تیار کردم، اما مندرس رو نمیدونم. آه شما بلا. خونه رفا؟ اکنون به ما اجازت. مایلش جونکن. بخیر است انشاءالله داداش. الو چه حال دارد؟ چی گشتیم؟ همون کارهای هر روزه تینجی؟ تینج با کراز هستی؟ با کی شدم؟ آیا هر روزه میبرایم تینجی؟ نه چی؟ همین. سلام رسون با کراز. ایسو نچی؟ میدونی امروز روزی توی کراز و مندریس یگان چیزی مخصوص فکر داشت؟ تو میدونی گفزن نچی؟ مرا میشنوی؟ بله فکر کرد است. مایلش قط کردن لازم. قط این مزها هیچ اینها رو فهمیده نمی شود. آدمی که تماما زنگ نمیزد، زنگ زده که اینجا خیلی حال و احوال میپرسد. سیری مندرس رو فش کرد؟ نه. اکنون به ما اجازت. پگاه به خانه ما بیایید. خوب؟ بیا دخترم میرویم.
حلیما با ما میروی. یکی تو و بیمارخانه رو تیار شوید. کی ها اومدند؟ بیایید. نه ما نمیداریم کیروس. برای چی؟ مرحمت، یک پیاله چای. مندرس کمی بیمار شد. در بیمارخانه است. برای بردن تو آمدیم. چی شده است؟ رو دخترم به خونه درو. حاضر میایم. گپ زنید. حاضر احوالش چه خیلی است؟ بابای چی شد؟ زنده است. در بیمارخانه است. دخترات را خانه همسایه بر. تو را میبریم. حاضر. آمدید که رضا با. بیایید. برو چه با پایون نجیبکه یگید مندرس برو شدید خودتان بدست مرا مزدیر برید. مندرس چرا میخندی؟ برای شهیدان نمیگیرم کن. چخل نرز از این دنیای فانی به مثل پرنده ها والا راست پریده به اون دنیا میرون. ما باشیم اینجا به هر گونه کار مشغولیم. به من نگر برای من هم گریه نکنی. خدا نشانه دهد. چی ها میگویی؟ هیچی همین طور. خدایا توبه. پیش از رفتن خواست که این را با تو دیم. دیروز هم راه گرفته برای تو. چند وقت بود که در دستر ساعت نداشت. ساعت رو از تلفنش میدید. گفتم به من درسم ساعت گیرم
برای من گریه نکن. گفته بود گویا حس میکرد. چشم میگیرید، قلب میسوزد. ما باید تنها راضی به تقدیر الله شد.